چند قرن پیش کی میتونست حدس بزنه که مارماهی میتونه با شوک الکتریکی دشمنش رو تو فاصله چند متری از پا در بیاره؟ یا یک نوع مار کبرا سمش رو حدود 3 متر پرتاب کنه و طعمه‌ش رو فلج کنه؟ شاید تو گذشته‌های دور نوعی دایناسوری بوده که گازی مثل متان، هیدروژن یا ماده‌ای که با هوا واکنش بده بیرون میداده و شاید اصلا آتیشی در کار نبوده و اون ماده‌ای که روی دشمنش میریخته میتونسته حالتی از سوختگی به وجود بیاره که برای تعبیر اون بعدن گفتن که آتیش از دهنش بیرون میاد. و همینطور که از نقاشی‌های قدیمی برمیاد، کشتن اونا رو نوعی افتخار و آزمایش در نظر میگرفتن. شاید بشه گفت اینطوری بود که نسل این اژدها منقرض شد. حالا یه خبری بود از این که ماهیگیری توی مغولستان داخلی داشته ماهیگیری میکرده که یک اژدها شکار میکنه. اسم این ماهیگیر آلون وان بوده. مشکل اول اینه که معنی اسم اون میشه دو اژدها، یعنی کسی که اسمش دو اژدها بوده رفته یه اژدها شکار کرده. و اینطوری که از عکس‌ها برمیاد اون اژدها تمام مشخصات اژدهای آسیایی رو داشته، مثل شاخ، سیبیل، چنگال. گفتن که ماهیگیر به پلیس زنگ میزنه و برای تحقیقات بیشتر میبرنش به پکن. با عقل جور در نمیاد که کسی اگه چنین چیزی پیدا بکنه که به پلیس زنگ نمیزنه این دور زمونه. خب ما نمیتونستیم با دروغ بودن اینو تایید کنیم تا اینکه اینو گرفتیم از دست این چینی‌ها. تقلبی بود ولی این یکی واقعیه. توی اسلوونی هزاران نفر میرن توی یه غار که اینا رو ببینن. به این اژدهاها توی این دور زمانه میگن علم. با اینکه چشماشون پوشیده است نیازی به چشم ندارن و همه چیزو میبینن و واکنش نشون میدن. این گونه از اژدها طوریه که مثلا این خانم 57 تا تخم گذاشته که تا الان 3 تاش در اومدن و البته 3 تا هم خودش کلیه. تخمین زدن چون سوخت و ساز بدنشون پایینه تا 100 سال هم عمر میکنن و این سوخت و ساز پایین باعث میشه رادیکالای آزاد مخرب دی ان ای بدنشون کاهش پیدا کنه که فقط این نیست. روند تولید انرژی بدن این اژدهاها با تمام موجودات دیگه متفاوته. شاید اگه ما هم مدیتیشن و چیگونگ کنیم مثل اونا بتونیم یه تغییری تو انرژیامون بدیم. حدود 60 سالی میشه که روشون تحقیق میکنن و تا 100 سالگیشون 40 سال باقیه و امیدوارم تا اون موقع تغییر ژنتیکی نکنن و عذاب در بیان و بیفتن دنبال مردم. خب دوستان حتما به ویدیوهای قبلیمون یه سری بزنید و منتظر ویدیوهای بعدیمون باشید. متشکرم.